سیلابخیزی در ناحیه‌های گوناگون تاجیکستان ده‌ها خانه را خراب کرد و 2 نفر را در ناحیه رودکی کشت. به گفته کمیته ҳолатҳои фавқулодаи тоҷикистон، 2 خواهر شام 17 فوریه در نزدیکی روستای نفت‌آباد زیر باران سیل مانده و هلاک شدند. باران‌ها در استاравшану و ناحیه اشت نیز خانه و راه‌ها را ویران کرد. از این پیشتر در نتیجه باران‌های سیلابخیزی در ولایت ختلان از 11 تا 13 می 11 روستای ولایت آسیب دید. و صحبت برنامه امروزه درباره عاقبت آفت‌های طبیعی در تاجیکستان است و با همکارم عبدالله اشور. عبدالله، اول درباره جزئیات سیلابخیزی در ناحیه رودکی میگفتی که سبب مرگ 2 خواهر شد. سیلی که دیروز 17 می در بعضی از نقطه‌های کشور با وجود آمد، متاسفانه خسارات هم جانی و هم مالی در پی داشت. نخست کمیته ҳолатҳои фавқулодаи тоҷикистон از مرگ 2 خواهران در ناحیه رودکی خبر داد. اینها مریم و خیرنسا عبدالله هستند که یکی 18 سال و دیگری 16 سال داشت. این 2 دخترکان در حدود جماعت چارگلدپی ناحیه رودکی مشغول نگاهبینی چاروا بودند و ناخواست سیل به وجود آمده است و این دخترکان در پی زیاد شدن آب دریاها و رود و سایها جان خود را از دست دادند. در این باره کمیته ҳолатҳои фавқулода خبر داد و حالا خسارات مالی که از این سیل در ناحیه رودکی با وجود آمده است حساب نشده است. پیامدهای سیل و آبخیزی در استاравшану و اشت نیز ارزیابی شده است. مقامات در این باره چی میگویند؟ در دهه پنوک ناحیه اشت سیل باز هم از رودخانه ها آب سیل بیرون برآمده است و در نتیجه حداقل 5 ماشین خرد و کلان زیر آب و گل ماندند. اینچنین باید گفت که در چند روز اخیر خسارات سیل در ناحیه‌های ولایت ختلان هم زیاد بود. از جمله در ناحیه قبادیان متاسفانه سیل خسارات جانی هم به بار آورد. از جمله یک کودک 6 ساله را از این ناحیه آب سیل تا به ناحیه ناصر خسرو برد و متاسفانه جسد این خردسال را از این ناحیه پیدا کردند. با اطلاع کمیته ҳолатҳои фавқулодаи тоҷикистон در پی омадани سیل در ناحیه قبادیان و ناحیه ناصر خسرو حداقل 150 خانواده ضرر دیدند. تشکر. همکارم عبدالله اشور از دوشنبه صحبت میکرد.